بچه‌ها، من یک معلم رسمی آموزش و پرورش هستم با 13 سال سابقه و با مدرک دکترای فیزیک. همیشه توی تمام مقاطع تحصیلیم رتبه برتر بودم، مدارس خاص درس خوندم. اینا رو گفتم که بدونید میتونستم انتخاب‌های دیگه‌ای هم داشته باشم، اما به دلیل علاقه‌ای که به شغل معلمی داشتم تصمیم گرفتم که قدم توی این راه بذارم و در لباس یک معلم خدمت کنم. اومدم امروز باهاتون یکم درد و دل کنم، چون واقعا حس میکنم اگر از این پیج و از این تریبون استفاده نکنم و صدای خودم و همکارانم نباشم، اول از همه در حق خودم ظلم کردم. 2 روز پیش حقوق من واریز شد بدون هیچ گونه کسوراتی، حدود 17,900,000 دریافتی من. اومدم اینجا بگم اگر که صدای من به جایی میرسه، وضعیت معیشت فرهنگیان وحشتناکه، اسفناکه. چطور یک فردی که 2 تا بچه داره، سرپرست خانواده است، اجاره خونه داره، بتونه با این حقوق تا پایان ماه هم نه، تا 5م 6م ماه دووم بیاره؟ نه حالا این زیر برای من بنویسید معلم اوقات فراغت زیادی دارن، تابستونا بیکارن، بعد از ظهر بیکارن، برن شغل دوم و سوم داشته باشن. معلمی که توی اسنپ کار میکنه، معلمی که بعد از ظهراش، عصراش، بعد از مدرسه میره سراغ شغل دوم و سوم خودش، چطور توانایی داره که فردا بیاد و با انرژی، با روحیه به بچه‌های شما درس بده؟ یه مایی که اومدیم توی این شغل رتبه‌های برتر بودیم، هممون میتونستیم انتخابای دیگه‌ای داشته باشیم. تو رو خدا صدای ما رو بشنوید. فرهنگیان وضعیت معیشتی بسیار بدی دارن، به دادشون برسید.